در این آموزش قرار قابلیت این پینتینگ رو در استیبل دیفیوژن بررسی کنیم. این پینتینگ یعنی تغییر و ادیت تصویری که از قبل داشتیم و یا توسط هوش مصنوعی ساختیمش. ادامه ویدیو رو تماشا کنید تا بهتون یاد بدم چطور از این ویژگی استفاده کنید. این آموزش به 3 بخش تقسیم شده. قسمت اول استفاده از مدل‌های معمولی یا همون مدل‌هایی که تا حالا باشون کار کردیم. قسمت دوم استفاده از مدل‌های مخصوص این پینتینگ که برای این پینتینگ ساخته شدن و قسمت سوم استفاده از مدل‌های معمولی هست به علاوه کنترل نت که هر کدوم از این قابلیت‌ها خصوصیات خودشون رو دارن. البته در نظر داشته باشید کل این آموزش بر اساس حالت پایه این پینتینگ هست. ما روش‌های دیگه‌ای هم برای این پینتینگ داریم که در ویدیوهای آینده قطعاً بهشون خواهیم پرداخت. بریم سراغ اولین حالت که استفاده از مدل‌های معمولی هست برای این پینتینگ. گروه اول رو با زدن این دکمه فعالش می‌کنیم. حالا اگر براتون سوال پیش میاد که این دکمه از کجا میان که من میتونم بایپاس کنم یا غیر فعال کنم یک گروه رو، اگر این ورکفلو یا ورکفلوی قبلی رو لود کرده باشید، یک نودی رو براتون اضافه میکنه به نام RG3 که این قسمت هست. میتونید با راست کلیک اینجا بهش دسترسی داشته باشید. توی قسمت ستینگ این گزینه رو اگر فعال کنید، این گزینه اینجا اضافه میشه که من این رو فعالش میکنم الان و سیوش کنید و کلوز کنید. این گزینه اینجا اضافه میشه که میتونید با یک کلیک اون گروهتون رو خاموش یا روشن کنید. یه توضیح کلی بدم. این همون پیش‌فرض کانفیو هست، یعنی چیز اضافه نداره به غیر از قسمت لیتنت. ما تو حالت عادی از یک لیتنت خالی استفاده میکنیم، اما تو این حالت ما از یک تصویر استفاده میکنیم که عملا اتفاقی که اینجا میفته تصویر من وارد VA انکد میشه، مثل حالتی که ایمیج تو ایمیج ما داشتیم، یعنی یک VA انکد میذاریم که تصویرمون رو تبدیل کنه به یک لیتنت. VA بهش وصل میشه، تصویر ما بهش وصل میشه. یک نود اینجا ما اضافه میکنیم به نام set latent noise mask که لیتنت ما وارد این میشه و یک ماسک هم بهش متصل میشه. چرا ما از ماسک استفاده میکنیم؟ چون میخوایم قسمتی از این تصویر رو تغییر بدیم. اون قسمتی رو که میخوایم با استفاده از ماسک مشخص میکنیم و بقیه کارا رو میسپاریم به استیبل دیفیوژن. وارد کی سامپلر میشه. اینجا باید دقت داشته باشید، حالا من براتون هم اینجا نوشتمش. دینویزمون حتما باید کمتر از 1 باشه، چون اگر روی 1 بذاریدش کامل تصویر رو عوض میکنه، مثل همون حالتی که ما توی ایمیج تو ایمیج داشتیم. من حالا گذاشتم روی 6 دهم، ممکنه بیشترش کنیم، ممکنه کمترش کنیم و در نهایت خروجی تصویرمون رو اینجا تحویل میگیریم. حالا چجوری ما میتونیم این ماسک رو اینجا تعریف کنیم؟ اگر عکسی رو که اینجا لود میکنید توی قسمت لود ایمیج روش کلیک راست کنید، ما یه گزینه داریم به نام Open in Mask Editor. روی این که کلیک کنید این صفحه براتون باز میشه که ما اینجا میتونیم سایز قلممون رو کوچیک و بزرگ کنیم که با اسکرول ماوس هم میتونید این کار رو انجام بدید و اون قسمتی رو که میخواید ماسک کنید، اون قسمتی رو که میخواید تغییر توش ایجاد بشه رو رنگی میکنید. مثلا ما میخوایم الان برای این خانم یک عینک بذاریم. خب من این قسمت رو میتونم رنگ کنم، اون محدوده‌ای که میخوام اون عینک قرار بگیره اینجا رو رنگ میکنم و از گزینه سیو تو نود استفاده میکنم. این ماسک که من الان اضافه میشه به این تصویر. تنها کاری که باید بکنم یه دونه پرامپت براش بنویسم که من فقط نوشتم عینک آفتابی. مدلی که اینجا لود میکنیم مدل معمولی هست، همون مدل هایی که تا الان باشون کار کردیم و در نهایت دکمه کیو پرامپت رو میزنم و میبینید چقدر قشنگ عینک رو برای ما اینجا قرار داد. البته یه سری ایرادها داره اینجا و میبینید که عینک خیلی دقیق نیست، قسمت پایینش از بین رفته، خیلی دقیق نیست. اینجا ما میتونیم با دینویز کار کنیم و یک گزینه دیگه، ما این ماسکی که اینجا داریم اگر بخوایم یه پریویو ازش بگیریم ببینیم چه شکلی هست، کافیه اینجا سرچ کنیم ماسک پریویو، یک نود هست از کانفی اسنشال که این رو پیشنهاد میکنم حتما نصبش کنید. اگر این ماسک رو من به این وصل کنم و یک بار دیگه کیو پرامپت رو بزنم، این اون ماسکی هستش که وارد کی سامپلر میشه. قسمت سفید قسمتی هستش که تغییرات روش اعمال میشه، قسمت سیاه رنگ قسمتیه که ثابت میمونه. و اگر دقت داشته باشید این لبه های ماسک من خیلی شارپ و دقیق هست. ما باید یه ذره اینو نرمترش کنیم که بهتر بلند بشه تصویر ما. برای این کار ما از یک نود استفاده میکنیم به نام بلر. من ماسک بلر رو که سرچ کنیم، این گزینه ماسک بلر، این رو میذاریم بین این ماسکی که از تصویر ما میاد و ماسکی که وارد ست لیتنت نویزمون میشه. من این رو قطعش میکنم، میذارمش این طرف، اینو میفرستیمش داخل این و از این ور وصلش میکنیم به این پریویو هم وصل میکنیم به این که بهتر بتونیم ببینیم اینجا چه اتفاقاتی داره میفته. حالا اگر من دوباره کیو پرامپت رو بزنم میبینید لبه های این یک مقدار نرمتر شد. حالا این میزان رو من میتونم بیشتر هم بهش بدم، خیلی برمیگرده به این که حالا چقدر من بخوام این
بلر شدن لبه ها تاثیر داشته باشه توی تصویر من. خب اینجوری میبینیم که یه مقدار این پایینا بهتر شد. حالا اتفاقی که اینجا میفته، من باید با دینویز کار کنم که این تصویر من بهتر بشه. من دینویز رو کمتر میکنم. یادتون باشه اگر من بزنمش روی 1، یعنی کامل تصویر رو برای من عوض میکنه و این چیزی نیستش که من میخوام و معمولا هم نتیجه خوبی ما نمیده. کما که میبینید عینک رو کامل جای اشتباه قرار داد. حالا من مثلا میدم نیم که 50% تصویر از روی تصویر اصلی ساخته بشه و 50% رو خود هوش مصنوعی بهش اضافه کنی که میبینیم الان داره یه مقدار بهتر میشه. این استفاده از مدل‌های معمولی هست. توی حالت بعدی که این یکی باشه، ما میایم از مدل‌های این پینتینگ استفاده میکنیم. حالا برای اینکه من نخوام این تصویر رو دوباره ماسک رو بهش بدم، من این تصویر رو میارم بیرون، این رو من پاک میکنم، این ایمیج رو وصل میکنیم به اینجا، ماسک رو هم وصل میکنیم به اینجا که از یک ایمیج برای ستای اینا ما بتونیم استفاده کنیم. من این رو خاموش میکنم، این یکی رو روشن میکنم. ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. اینجا من مدلی که لود کردم مدل این پینتینگ هست که حالا بهتون میگم از کجا باید این رو دانلود کنید. یه پرامپت داریم، پرامپت‌های منفیمون رو داریم. اینجا از یک نود مخصوص این پینتینگ استفاده کردیم، یعنی شما اگر سرچ کنید VAE با این گزینه‌ای که اینجا داریم رو استفاده می‌کنیم. مخصوص این پینتینگ زمانی از این نود ما استفاده می‌کنیم که مدلی که لود کردیم مدل این پینتینگ باشه. بقیه‌اش رو که دیگه کاری نداره. تو این حالت فقط باید دقت داشته باشید میزان دینویزتون باید حتما 1 باشه. اگر کمتر باشه تصویر خیلی خوبی بهتون نمیده، نه خوب و نه دقیق. بنابراین من تصویر رو اینجا لود کردم، ماسک رو روش مشخص کردم، تصویر من اینجا وارد میشه، پیکسلم از اینجا میاد یعنی تصویر، ماسکش هم از اینجا میاد و VAE هم از اینجا وارد میشه. یه گزینه اینجا داریم به نام ماسک رو که این باعث میشه که 6 پیکسل این ماسک من بزرگتر از این حدی بشه که اینجا هست. من اون نود بلر رو اینجا هم میارم، آلت رو نگه میدارم و یه کپی ازش میگیرم. البته این غیر فعال شده، با زدن دکمه کنترل و M من این رو از حالت غیر فعال خارج میکنم. این رو هم وصل میکنم به اینجا که یک مقدار این لبه های ماسک من نرم تر بشه. حالا کلیک میکنم روی کیو پرامپت و ببینیم نتیجه چی میشه. البته اینجا من یادم رفت پرامپت بنویسم. من پرامپت رو اضافه میکنم، همون سانگلاس رو مینویسیم و دوباره کیو پرامپت رو اجرا میکنیم. خب توی این میبینید خیلی بهتر از حالت بالا این کار رو برای ما انجام داد و عینک بهتری گذاشت. حالا الان اینجا عینکه، میتونیم ما هر کاری رو اینجا انجام بدیم. بریم سراغ قسمت آخر که میشه استفاده از یک مدل نرمال و کنترل نت. فرق این اولی با این آخری در این میزان دینویزشون هست. تو این حالت اول اگر خاطرتون باشه ما از میزان دینویز کمتری باید استفاده میکردیم. اگر 1 میذاشتیم همه چیز رو میریخت به هم. تو حالت آخر حتما ما باید دینویزمون رو زیاد کنیم. البته نه حتما، میتونید کمتر هم در نظر بگیرید، ولی با میزان دینویز بالا یعنی نویز زیادی داشته باشه این مشکلی براش پیش نمیاد چون کنترل نت داره اون رو کنترل میکنه. یادتون باشه این دو تا روش اولی رو ما میتونیم با مدل‌های SDXL هم استفاده کنیم، یعنی مدل‌های معمولی SDXL رو میتونیم استفاده کنیم و مدل‌های این پینتینگ رو. ولی تو این آخری این کنترل نت این پینتینگ رو ما برای SDXL هنوز نداریمش، یعنی نمیتونیم از این قابلیت برای مدل‌های SDXL استفاده کنیم و بعد بچسبیم به همون مدل‌های ورژن 1 کنیم. خب حالا بریم مدل‌هایی که لازم داریم رو دانلود کنیم. طبق معمول وارد سایت سیوید AI میشید. مدل‌هایی که این پینتینگ دارن ریالیستیک ویژن هست، دریم شیپر هست، جاگرنات هست، اپیک ریالیسم هست که کافیه روشون کلیک کنید و بعد که باز شدن توی این منویی که این بالا هست میتونید مدل این پینتینگشون رو پیدا کنید. یعنی این مدل معمولیش هست و این مدل این پینتینگ هست. همین دو تا مدلی که من الان استفاده می‌کنم، یعنی ورژن 51 معمولیش هست و ورژن این پینتینگ. کافی رو دانلود کنید و کپی کنید توی فولدر مدل هاتون و بعد از اون میتونید از این استفاده کنید. در مورد جاگرنات توی این لیست خودش نیست، یعنی این قسمت بالا نذاشتتش، توی اینها نیست. میایید پایینتر اینجا اون جاگرنات XL این پینتینگ رو براتون قرار داده که میتونید این رو دانلود کنید و اگر میخواین این پینتینگتون رو توی با مدل‌های SDXL استفاده کنید و با اون ادیتش کنید، کافیه این مدل رو دانلود کنید و دوباره توی اون فولدر مدل هاتون دانلود کنید و استفاده کنید. بسیار عالی. من این نود قبلی رو غیر فعال میکنم. میریم سراغ این یکی. من این رو دوباره میارمش، این بلری که اینجا داشتیم رو، یا میتونیم یه کاری کنیم اینو بذاریمش اینجا فعالش کنیم که روی ستاشون اعمال بشه و از اینجا من وصلش میکنم به این که اینجاست. یه دونم خروجی میگیرم برای این یکی. ایمیج رو هم وصل میکنیم به این یکی. اینجا ما 2 تا ایمیج داریم، اینا رو وصل میکنیم. حالا براتون توضیح میدم چه اتفاقی اینجا
میفته. اتفاقی که اینجا میفته، من مدلم رو لود کردم، تکرار میکنم مدلی که اینجا لود کردیم مدل معمولی هست. پرامپت رو داریم براش، اینجا وارد یک کنترل نت میشه، پرامپت مثبت ما وارد کنترل نت میشه که مدل این پینتینگ رو من اینجا براش لود کردم که لینکش توی قسمت توضیحات هست، میتونید این رو دانلود کنید. میایم توی این قسمت یه پریپروسسور ما نیاز داریم که این پینت هست، مخصوص این پینتینگ هست که یک تصویر میگیره و اون ماسکی که براش تعریف کردیم این وارد کنترل نتمون میشه و یک وی انکود که دوباره همون کار قبلی رو برامون انجام میده. یه نود من اینجا اضافه کردم که اگر خواستیم تعداد بیشتری داشته باشیم میتونیم اینجا اضافهش کنیم، یعنی وقتی که یک بار کیو پرامپت رو میزنیم مثلا 4 تا تصویر برای ما بسازه، که حالا من فعلا میذارمش روی همون حالت اول. مدلمون اینجا لود میشه و میاد توی کی سامپلر. اینجا من دینویز رو گذاشتم روی 1، برخلاف اون حالت اول که ما دینویز رو باید کم می‌کردیم، از مدل نرمال استفاده می‌کردیم. اینجا چون ما داریم از کنترل نت استفاده می‌کنیم میتونیم میزان دینویزمون رو بیشتر کنیم. کیو پرامپت رو میزنم تا ببینیم این تصویر چجوری میشه و من باز فراموش کردم که پرامپت رو بنویسم. دوباره اینجا من همون سانگلاس رو مینویسم تا ببینیم چی میشه. گویا یادش رفته، من اشتباه نوشتم سانگلاس رو، فکر میکنم به خاطر این باشه. بله، ایراد از من بود. و خب میبینید خیلی قشنگ اینجا عینک آفتابی رو برای ما قرار داد. چشمش اگر اینجوری هست به خاطر اینکه ما باید توی این قسمت نگاتیو بنویسیم که مثلا نمیخوایم ایژن باشه و حالا مثلا چاینیز رو هم اینجا مینویسیم اگر درست نوشته باشم، که نه غلط نوشتم. حالا دوباره این رو امتحان میکنیم ببینیم چشم رو درست میکنه برامون. حالا این شاید بگید خب این چشمش بعد ما باید این سید ها رو امتحان کنیم ببینیم روی کدوم سید بهتر جواب میده، میزان CFG رو کم و زیاد کنیم تا ببینیم این چطور میشه. بریم چند تا مثال دیگه هم بزنیم، مثلا مدل موی این خانم رو عوض کنیم یا مدل لباسش رو. برای اینکه کارمون راحت‌تر بشه من این مدل رو هم میارمش بیرون، چون این مدلی که ما اینجا داشتیم با این آخریه یکی بود. من اینها رو فعال میکنم، 3 تاش رو، اینو میاریمش بیرون و به این یکی هم وصلش میکنیم. من این رو پاکش میکنم. برای اینکه کارمون راحت تر بشه فکر میکنم بد نباشه از نود anywhere استفاده کنیم که نخواهیم سیم کشیاشو انجام بدیم. حالت 3 رو انتخاب میکنیم و اینها رو من دیسکانکت میکنم و اینها رو وصل میکنم به این. اگر کلیک راست کنم و این رو فعال کنم میبینید که الان نودها چجوری وصل شدن. خب من این رو غیر فعال میکنم که نودها رو نمیخواد ما ببینیم. البته خب چون این مدلی که ما اینجا داریم باید حتما دوتاشون رو لود کنه و الان فکر میکنم که همه چیز اوکی هست. بریم سراغ ماسکمون. این دفعه موهای این خانم رو من انتخاب میکنم، اینجا کلیر رو میزنم که ماسک من پاک بشه. این دفعه موها رو انتخاب میکنیم. خیلی نیازی نیست دقیق این کار رو انجام بدید، یه ذره این ور اون ور خیلی مشکلی پیش نمیاد. این قسمت رو هم انتخاب میکنیم. حالتهای مختلف رو هم میتونید انتخاب کنید. اگر ماسک رو نمیتونید تشخیص بدید کافیه روی این حالتهای مختلف کلیک کنید و رنگ ماسکتون عوض میشه که حالا ببینید رو کدوم حالت بهتر میتونید تشخیص بدید که کدوم قسمت‌ها رو انتخاب کردید. خب میانم به نظر اوکیه. من سیو تو نود رو میذارم و اینجا مدل موی ایشون رو عوض میکنیم. مثلا مینویسیم گری هیر. من همین رو کپی میکنم تو اینجا هم میذاریمش و در این آخری هم قرار میدیم. رندر رو بزنیم، کیو پرامپت رو ببینیم که خروجی چی به ما تحویل میده. اگر دقت داشته باشید تو این حالت یک مقداری از مو رو خاکستری کرد، بقیه مو رو دست نزد. تو این حالت علاوه بر این که حالا رنگ مو رو عوض کرد، مدل مو رو هم عوض کرد و همینطور تو این حالت آخر که کامل مدل مو رو عوض کرد. ما برای این میتونیم یه تکنیک دیگه هم بزنیم، یعنی یک کنترل نت دیگه هم اضافه کنیم که حالت مو رو برای ما نگه داره. من اینها رو یه ذره میارمشون اینورتر و دقیقاً بهتون بگم چه کاری انجام بدیم که بتونیم این مدل مو رو نگه داریم، یعنی دست به مدل مو نزنه، فقط رنگش رو برامون تغییر بده. کافی این دوتا نود رو من یک کنترل C و یک کنترل V میزنم. از این میایم توی این یکی کاندیشن و از اینجا میایم به این قسمت. این رو میذاریم رو حالت دپت که عمق رو برای ما در نظر بگیره. یه دونم آل این وان، من اینجا دپت انیتینگ رو استفاده میکنم. حالا اون آل این وان هم میتونیم استفاده کنیم. من از دپت انیتینگ استفاده میکنم به عنوان پریپروسسور که این تصویر رو برای من پردازش کنه و بتونه به من عمق تصویر رو بده. تو این حالت چه اتفاقی میفته؟ این هر فرمی که این تصویر داره رو برای ما منتقل میکنه
به اینجا. فقط تنها تغییری که اینجا ایجاد میکنه همون پرامپتی هستش که بهش اضافه میشه. حالا من این دوتا رو فعلا غیر فعال میکنم. بیایم سراغ این آخری. پس یه دونه پری پروسسور استفاده کردیم، حالت دپت، مدلی که لود کردیم دپت هست. یه دونه کنترل نت دیگه اینجا ما لود کردیم و در نهایت کیو پرامپت رو میزنیم ببینیم چی بهمون تحویل میده، که یه ذره صبر میکنیم تا این مدل لود بشه و بقیه‌اش انجام بشه. و خب الان میبینید دقیقاً همون مدل موها رو برای ما نگه داشت و خیلی قشنگ رنگ موها رو برامون تغییر داد. فکر میکنم این منطقی ترین حالت باشه اگر نخواین چیزی به تصویر اضافه کنید. چون اگر من الان بخوام مثلا مدل لباس این خانم رو تغییر بدم، اگر از دپت استفاده کنم این همین فرم رو برای من نگه میداره و مشکل ساز میشه. برای همین من الان میخوام لباس ایشون رو عوض کنم، کافیه روی این کلیک راست کنم و بایپاس رو بزنم، یعنی کنترل نت دوم رو غیر فعال میکنم که دپت غیر فعال بشه. میایم اینجا و رنگ لباس ایشون رو مثلا حالا عوض میکنیم یا مدل لباس ایشون رو عوض میکنیم. کلیر رو میزنم، این دفعه محدوده لباس رو مشخص میکنیم. میایم اینجا یه پرامپت براش مینویسیم. این دفعه یادم میمونه که پرامپت رو بنویسم. مثلا مینویسیم دنیم جکت و وایت تیشرت، یه تیشرت سفید میذاریم براشون، ببینیم چی بهمون تحویل میده. تیشرت رو یادش رفت ولی اون لباس جین رو تن این خانم کرد. البته خب چند بار اگر این سیدهای مختلف رو انتخاب کنین قطعا اون تیشرت رو هم برامون یه جوری اعمال میکنه، کمان که الان اینجا داره اضافهش میکنه. به این طریق شما میتونید از این پینتینگ تو پروژهاتون استفاده کنید. تصویر رو دارید، حالا اگر بخواید یه تصویر رو بسازید و وارد کنید، میتونید مثل من جداکنان رو ساخته باشید، یا میتونید ورک فلویی که تصویر رو میسازه بذارید قبل از این حالت و خروجی اون تصویر رو وارد این قسمت کنید. برای این کار من یک کلیک راست میکنم از این قسمت نود تمپلیت. اینجا من بیسیک ورک فلو رو لود میکنم که میشه همون حالتی که قبلا داشتیم، یعنی بیسیک کانفیو آی هست. حالا شما براتون سوال پیش میاد که این از کجا اومد. شما هر نودی رو میتونید به صورت یک تمپلیت داشته باشید که نخواهید هر بار بسازیدش. مثال میزنیم، من از این خیلی خوشم اومد، این چیز خیلی به درد بخوری است. کافیه که تمام نودهایی که تو این هست رو من اینجوری انتخاب کنم، یک جای خارج از این نودهای خودم کلیک راست میکنم و یه گزینه اینجا هست به نام Save Selected as Template. روی این کلیک میکنید و اینجا یک اسم براش میذارید. مثلا میذاریم این پینتینگ مثلا به علاوه کنترل نت. این الان سیو شد. من هر جا تو هر ورک فلویی که بخوام از این پینتینگ استفاده کنم، کافیه کلیک راست کنم از قسمت نود تمپلیت این پینتینگ به علاوه کنترل نت رو استفاده میکنم و کل نودهای من اینجا ظاهر میشن. اگر هم خواستید پاکشون کنید، کافیه کلیک راست کنید توی نود تمپلیت، آخرین گزینه منیج، اینجا میتونید پاکشون کنید. من میتونم این رو اینجا پاک کنم اگر دیگه بهش نیازی نداشته باشم. خب من فعلا این رو پاک میکنم. میخوایم ببینیم چجوری این رو میتونیم وصلش کنیم به این یکی، چون اگر دقت داشته باشین این فقط یک خروجی تصویر داره. ما اینجا هم ماسک نیاز داریم و هم ایمیج. اینجا ما از یک نود استفاده میکنیم. من این رو پاک میکنم به نام بریج رو که سرچ کنید یه گزینه داریم به نام پریویو بریج. دو حالت داره، ایمیج داره و لیتنت. ما از حالت ایمیج استفاده میکنیم که یک تصویر از ما میگیره و خروجی این میشه ایمیج و ماسک که من میتونم این رو بذارم به جای این دوتا. من این رو پاکش میکنم. برای این از اون نود anywhere استفاده میکنم که نخوام دوباره اون سیم کشی ها رو انجام بدم. anything anywhere یک دونه وصل میکنیم به ایمیجمون، یه کپی میگیریم وصل میکنیم به ماسکمون که الان ماسکی که اینجا وصل شد اتوماتیک به این یکی هم وصل میشه. من این رو یک بار غیر فعال میکنم که نخواد تصویر بسازه. اینجا این رو هم پاک میکنم چون اینجا دارم اینو پاکش میکنم که از همینجا چون مدل من لود شده. یه پرامپت براش مینویسیم. من این پرامپت رو اینجا کپی میکنم، یک سری هم پرامپت های نگاتیو براش میذارم. به این حالت سایز تصویر رو هم میذاریم، روی ارتفاعش رو میذاریم 768 در 512. کار به اینا نداریم فعلا. من کیو پرامپت رو میزنم تا تصویرم ساخته شه. یه ذره بزرگترش کنیم که پریویوش رو اینجا بهمون نشون بده. الان اینجا پریویو رو به من نشون داد. کافی من روی این کلیک راست کنم. البته قبلش اینو بذاریمش روی فیکس که هر بار که کلیک میکنیم تصویر عوض نشه. من یک بار دیگه میزنم که مطمئن بشم تصویر من رو همین سیدی که اینجا هست فیکس شده. روی این کلیک راست میکنیم و
ماسک ادیتور. اینجا میتونیم مثلا نمیدونم بک‌گراندش رو میخوایم عوض کنیم. این دفعه من بک‌گراند رو انتخاب میکنم. خیلی هم گفتم نیازی نیست که دقیق باشه. بسیار عالی. سیو رو میزنیم. اینجا براش یک پرامپت مینویسیم. الان اتفاقی که میفته این تصویر من از اینجا وارد این قسمت میشه، ماسک منم وارد این میشه و در نهایت میاد توی این قسمت. یک پرامپت مینویسیم مثلا نیویورک سیتی. نیویورک سیتی این بک‌گراند و اجرا میکنیم. ببینیم چی بهمون میده. به همین راحتی برامون پشت تصویر رو عوض کرد. شما با این تکنیک میتونید هر بلایی که دلتون خواست سر تصویراتون بیارید و ادیتشون کنید. فقط یک نکته، گاهی وقتا شما میخواین چند تا تغییر رو روی یک عکس ایجاد کنید. مثلا الان من بک‌گراند رو عوض کردم و بعدش میخوام برای این خانم عینک بذارم. اگر من اینجا پرامپتم رو عوض کنم و بکنمش اینجا که من نوشتم نیویورک، پاک کنیم، آر بذاریم. اگر بخوایم این تصویر رو دوباره من یعنی ماسکم رو پاک کنم و تغییر تو ایجاد کنم، کل این تصویر عوض میشه. کاری که میتونید انجام بدید اینه که اینجا ما این تصویر رو کپی کنیم. یعنی من اینجا یه دونه لود ایمیج میذارم، اینجا لود ایمیج گوش، یک دونه لود ایمیج میذارم. این تصویر رو روش کلیک راست میکنید و میزنید کپی کلیپ اسپیس. ببینید ما یه کپی ایمیج اینجا داریم، این نه. میایم این پایین کپی کلیپ اسپیس، این دقیقاً این تصویر رو از اینجا کپی میکنه و پیستش میکنیم ما اینجا، پیست کلیپ اسپیس. تصویر من الان اومد اینجا، یعنی اون تغییرات روش اعمال شده و بعد در نهایت من دوباره اینا رو میتونم وصل کنم. حالا میتونم پرامپتم رو عوض کنم روی این یکی، یعنی بیام مثلا ماسک ادیتور اینجا برای این خانم مثلا من عینک بذارم، بنویسیم سانگلاس. اینو من غیر فعال کنم، اینو بایپاس کنیم که این اتفاقی براش نیفته و در نهایت کیو پرامپت رو میزنیم. اگر همه چیز خوب پیش رفته باشه ببینیم چی پیش میاد. تصویر ما رو ساخت. البته یه ذره نیاز داره با سیدها بازی کنیم که عینک دقیق تر بشه، ولی خب بک‌گراند رو برامون نگه داشت و تصویر رو برامون عوض کرد. تو حالت بعدی که میخوام بهتون بگم، میخوایم همین تغییری که این پشت ایجاد شد، اگر دقت کرده باشید اینجا رنگ این عوض شد. من این دوتا تصویر رو اگر کنار هم دیگه قرار بدم میبینید که بک‌گراندی که ما اینجا داشتیم اینجا یک مقدار رنگش رو عوض کرد. برای اینکه از این کار جلوگیری کنیم ما باید بیایم تصاویر رو با هم دیگه ترکیب کنیم. یعنی این تصویری که اینجا هست هر چیزی غیر از این ماسک رو اضافه کنیم به این قسمتی که فقط تغییر توش ایجاد شده. برای این از یک نودی استفاده میکنیم به نام کامپوزیت ایمیج کامپوزیت ماسک. این چه کاری برای ما انجام میده؟ این دو تا تصویر رو از ما میگیره که یکیش میشه اون تصویر اصلیمون، یکیش میشه تصویری که تغییر توش ایجاد کردیم و یک ماسک که بر اساس اون ماسک میاد این دو تا تصویر رو با هم دیگه ترکیب میکنه. من چیکار باید انجام بدم؟ میام این رو به عنوان دستینیشن هم قرار میگیرم، یعنی این تصویری که توش تغییر ایجاد شده این رو وصلش میکنم به عنوان دستینیشن. این تصویر اصلی رو وصل میکنم به عنوان سورسم و این ماسکی که اینجا ساخته شده این ماسک رو هم وصل میکنم به این که بهتر بود من اون نود پریویو رو هم میذاشتیم. خب میذاریمش، کاری نداره، میاریمش این پایین قرار میدیم. این رو من وصلش میکنم به این، وصل میکنم به این یکی و در نهایت این رو هم وصل میکنیم به این یکی. این هم میاریمش اینجا. از این یه دونه پریویو میگیرم من. کیو پرامپت رو میزنم. گفتم این تصویر هر چیزی که اینجا هست وارد این قسمت میشه به علاوه این تغییرات و در نهایت تصویر ما خراب میشه. این چه اتفاقی اینجا افتاد؟ من احتمالاً یه اشتباهی یه جایی کردم که نمیدونم چه کار کردم. خب اینو بیاریمش اینورتر. ماسکمون که اینجا روش تغییر ایجاد شده شاید به خاطر اینه، من حدس میزنم به خاطر میزان این بلوری هستش که اینجا هست تصویر من رو خراب کرده. اینجا این پینتینگمون فعاله. اوکی اینا همه درستن. دوباره چون اینجا ما داریمش اینجا ما نداریمش، فکر کنم این دوتا رو برعکس وصل کردم. این غیر از این دیگه نمیتونه باشه. تصویرمون از اینجا بیاد به این یکی وصل میشه. نه اشتباه شد. اینو میذاریم سورس، اون رو میذاریم دستینیشن. فکر کنم الان درست بشه.
بله درست شد. خب الان عینک رو برامون قرار داد. بک‌گراند رو از روی اون تصویر قبلی، نه فقط بک‌گراند، هر چیزی که حول این ماسک ماست، یعنی تمام این دور رو از اینجا برداشت و فقط این قسمتی که ماسک هست رو از این تصویر برداشت و اینجا برای ما ترکیبشون کرد. پس این نود بهمون کمک میکنه که کیفیت تصویرمون رو از دست ندیم به مرور که هی میخوایم ما روشون جنریت یا اون تغییرات رو اعمال کنیم. که اگر توی اون ویدئویی که من اول گذاشتم، یعنی قسمت اول ویدئو دقت داشته باشید، زمانی که اون تغییرات داره ایجاد میشه پوست اون خانم داره خراب میشه. این کارو من اونجا انجام ندادم که به عنوان یک مثال شما اونو ببینیدش. با این سیستم ما میتونیم اون ایراد رو برطرف کنیم و تصاویری که میگیریم همیشه کیفیتش مطلوب باشه. تا ویدئو بعدی، خدا نگهدار.